من باید همه نقشه کشیده مادرم را رفته به فاروق خبر دهم، وگرنه یک روز نه یک روز دیر می شوم. دلم تنگ شد در زندگی، دیگر آرام ایستاده نمیتوانم. من هم باید پیروهای زندگی خودم را داشته باشم. میخواهم برای همه نمونه باشم، لیکن پدر و مادرم باشند به این اجازت نمیدهند. انتخاب من یک تا است، من از راهم نمیگردم. نجم، حرکت جمیدانم نکن، فهمیدی؟ با من گوش کن. اگر رفته این گپو رو با فاروق گپ میزنی با برویت رو در زمین میرزونی، فهمیدی با من گفتم. دیگر آن روزی میشود که تو را دختر گفته فریاد نمیکنم، فهمیدی؟ این را از یاد نبرار که من همیشه از دومی تو میگردم، از دومی تو میپویم که تو با چی کارها مشغول میشوی. من در پشت تو میستم، تو من گپ نزنم آوازت رو نمیبراری، فهمیدی؟ خب خاموش. خب کی بود؟ خوب ترش من خواب میکنم، یکان گپ را با فاروق نمیگویم. اگر من رفته با فاروق گپ زنم آبروی من رو میریزونه. یک حیات تنشنوی پدر و مادر رو خیش توار میشه. اوه شهر باران سر کرد. 2 دقیقه پیش هوا خوب بود. بله هوای بهار همین است، نمیفهمی؟ موی مرد شد و خیر. بله کار کردگی هم درست بود. اگر من دمی روی دختر نامه گرفتم همه کارهای ما رو با فاروق میگفت. بدنش بوی زیبا داشته است. در دلم یک احساسی اومد که حالم خوب شد. این شمس بود. گفت نزدی هم سینفون میروم. چیگه باشد دویده گذشت؟ این فاروق لبله از کجا پیدا شد؟ باز با کجا با جا شوم؟ امان میرسد، امان نزدیک شده است. خوب ترش با برو بید. نفهمیدم با من گفت نزدی همسینفون میروم. انیق دیدم شانسی بود. جا زنگ زنم. حیرون میشم. دستوپی میگه کنی اینجا بینم. خدا از پس من میآید. خوب است که مرا نبیند. خدا با من کمک کن. اگر مرا بیند همه کارهایم برباد می رود. نزدیک شده صدا است.
дар назари ман набуд, аниқ буд. Дар назарам накунед. خوب майли хуб ҳозир меоям. Хуб. خدا شکر که رفت. از همین خدا زده خلاص شوم. با همون درجه که دلم میخواهد اگر پولدار شوم کسی که از دمی راه میبراید با او صدقه میدهم. باران هم اومده ایستاده است. کمتر گایستم بعد به دهاتی کوچک زنگ میزنم. بعد به خونه میروم استراحت میکنم. شمس لبکه فصل زمستان هم قریب به انجام میرسند. بله. لیکن در زندگی مانند فصل زمستان نفرهایی هستند که همیشه فکرشون خنک دلشون خنک است. بله خیلی. میدونی همیشه همین دو مصرع شعری در سرم توب میخورد. کدام شعر بود سفر؟ یکی از این شعرها این است: رنگ و روی مرد و نامردان یکی است. سالها باید بگردی تا بدانی مرد کیست. از نگاه تو همین شعر درست است؟ بله درست است. باز یک شعر دیگر هم هست شمس. میدونی اینش چی است؟ عجب نامردها دارد زمانه، با سر توقی با دل فعلی زنانه، با پیشت گپ زنند چون شاعرانه، خبرت میبرند خانه به خانه. این گپی بزرگان بیهوده نیست. آنها نیز زندگی رو صدها مراتب چنین کردند تا اینکه این مصرع ها رو نویسند. بیا میرویم شمس. میریم به خونه میریم. خوب رفتیم. گوش کن خردا، من کاری گفته تو رو کردم اما این کار به انجام رسید. چه مطلب بار کنم؟ یکون فکت دلیل داری؟ البته دارم. که نشان که گپ نیست. نه کاری خوب کردی، خویل کردی جو. گپ نیست.
پولهای من چی شد؟ پولی تو حاله روی کردیم صورت حساب نگذاشته اسمس نموده تلفونت نه نیومد او که ها گذرانده پولا حاضر من میبینم نه اون نیومده است وای فکر نه که ساعت فروجه حاله پولی تو میگذاره انشالله حاله خوب خلمو شد کنو دوام دهیم تمام دوام میتیم ولی یک سپورش دیگه هم هسته اجداد که مطلب اسمس خطیر همون نکرم میشود میشود گاب نیست الو الو شمس خوب هستی؟ سلام علیکم خلای جون چه خیلی؟ میشد رحمت خدا چه خیر نغز رحمت کرو چه خیر نغز رحمت خلا جون گوش کنه امی خیرالله هسته کو خیرالله امرو از بین گم کردن در کار چی خیرالله؟ ای تو هم ماندی با همین پوچکنده خیرالله چسبیدی کرو خیرالله همش حال خیرالله الک از بازی خط زده شده است بله با خاطری که همه کارای شما رو من پیش میبرم تو همون مبلغ از دستش گیر تمام دیگر خیرالله پکنه تو با کلوزیم خوب نگینه چه خیلی است با نگینه سلام رسون مایلش خیر انتظار می شود خیر مایلش خوب باز این شمسکش با این خیرالله پکنش بخیلی میکنه اول دهاتیت گم کنم خیرالله پکنات هم گم شد بعد نوبت تو شمسک ولی تو بسیار خودت در بالای من کلام گرفتی ولی برای همش سوال جوابش هم میتی اینقدر که دلم با تلفنم میسوزد نباشد دلش نگینه میخواست است برای صاحب نگینه شدن بسیار جان میکنی شمس جان زورت به یک شانه نمیرسد که شانه خری موی سرت شانه زنی مثل خورپشتک ها میگردی ما دلتون نگینه رو میخواستد نگینه به یک آدم میرسد که سر تا پا دارد فهمیدی تو از روی من خودت خورده گشتی باز نگینه رو میخوری نگینه تو از من میشه نگینه این مادر تو دیر باز است که خطی من بازی کرده است فکر میکند که من یکم گرنگ هستم من برای مادر تو شمسک حالا ایستو خلا شمسک برای تو چی کارو میکند برای کارهای تو چی نیت دارد خیلی میشود اوچه جان وقتی فردگی من هم رسید دخترم مادامی که وعده کرده زنگ زن البته چه جان زنگ میزنم الو سلام علیکم سلام با فکرم وقتی وعدگی من هم رسید خوب
چی باید کرد؟ من با مادرم مصلحت کردم. آنها راضی هم که من به کار برایم. نمی‌دونم فکر پدر و مادر مهم است برای کار کردن این مدت زندگی. البته من هم با راضیگی آنها به کار میبرایم. خدا خواهد. هر بیو از پس کار میشویم. خب مینش من برای برآمدن باز به شما زنگ میزنم. خوب شد. مینش خوب. بگویید آدم زنده نمردیم و به بهار نوم رسیدیم. چقدر هوای بهار تازه است. نفس کشیش آزاد است. ای یار دل آزارم من هم عاشق زارم. ای یار دل آزارم من هم عاشق زارم. او درد که تو داری او درد من هم دارم. او درد که تو داری او درد من هم دارم. این مردک نوده برا کجا شده باشده؟ یگام کار از دستش نمی آید. یگام کار حاضی با لب و دهنش کشال می بیاید. نشد نتونستم نکردم. یگام بلا از دستش نمی آید. یک به خارجه رفتم می خواهم. در همین فصل بهار سیر و گشت کردن دوست می دارم. نگینا؟ بابا نگینا؟ بابا کی است؟ دادم زود کشو. این داده این نوده برایت باز به فکرم یگام کار از دستش نآمد. کنیک با اپا زنگ زنم. بردار تو همی قدر نوز کردی؟ الو سلام علیکم. اپا جان من همان جای گفتگیتون آمدم. ها همون رسمی که به من روان کردید کو؟ همون شخصی گفتگیتون در همین جاست. رسمش رو به من روان کردید کو؟ من رو شناختم. با پیشش روم. شما وی را آگاه کرده اید؟ خب حاضر من به پیشش می روم. خب مایلش. خب شمس حالا ایستو. من این روز به فروخ فردا به تو نشم رو میزنم. خاموش کن. سلام علیکم. شمس هستی؟ بله من هستم شمس. شما رو خلا روی کت پیش من. خب گوش میکنم. آنقدر آدم استراش نبوده این خولا وای ما کرده گشت است. بله میدونم. آنه من در پیش شما آدم هم نباشم نکی میدونم که چکار کنم. با کارهای خود اختیاری تیارم. فهمیدی؟ با گفتش من کنیگازم چکار کن در کار؟ گوش کن وظیفه تو چی است؟ با همون کوچه که فروخ میگذرد در همون جامعه میستی خودت رو با بیچارگی با ناداری میزنی. فهمیدی؟ گوش کن شمس. فروخ انیق به همون جای گفتگیت میگذرد که من خودم رو با دیوانگی
ба бечорагӣ занам. бале мегзорад. учаҷон, ман шаҳр рафта хонаро дидам. Хош. хонаро харид кардам. маъзарати зиёд ки шуморо аз деҳа ба шаҳр мебарам. локин вақтҳои охир намехоҳам шумо танҳо монед дар хона. хубии кор ҳам ҳамин аст ки он нафаре ки шумо хостед ба хонаи мо мебиёяд, хизмати шуморо мекунад. боз дилам пуртар мешавад. пагоҳ очаҷон, тайёр шавед, ба шаҳр меравем. чӣ гуфтед очаҷон? рафта ҳамон хонаи харидаи маро бибинед очаҷон. шояд ки маъқулатон шавад. аз ҳама муҳимаш чӣ аст очаҷон? хоҳари шумо бо мо ҳамсоя аст. чӣ гуфтед очаҷон? гӯш кӣ бачаҷони ман, ҳамин кор ба худат маъқул ме? ҳамон хонаак ба ту маъқул шуд? бале очаҷон. ту мехоҳӣ ки дар шаҳр бошӣ? гап сари хостан нест очаҷон. гап сари он аст ки намехоҳам шумо дигар танҳо бошед. корҳоям беҳад зиёд ҳастанд. як вақт тез мебиёям, дер мебиёям, вақтҳои охир мебинам азоб мекашед. мақсадам ин аст ки дар шаҳр ки бошем, мумкин аст барвақттар ба хона омадани ман. چه رفتار؟ نه. زنده باشی. خیر خیر، چیکار بود کردید؟ سلام. حدش تیار کن. مسیحتو پخت. همون کشنده کارا یافتم. یافتی؟ مسیحتو پخت. خدا خواهد کارا حل میشه. همون در حاضر. انا همین در صورت حسابش $20,000 میگذارونیم. کارا جاش ده حل میشه. $20,000؟ $20,000. این آدمی گفتگیتون آدم باوریناک؟ آدمی خوب، آدمی میتونستکیه. شما میدونید که $20,000 یافتنش چقدر مشکل؟ خیلی من اگر نمیفهمیدم این کار رو میکردم. میدونم. از رودش میبرد؟ میبره. حاضر. کارا هست گفتنگی. گریه و نولا میکنی. خودت رو با بیچارگی میزنی. گویا که تو جای خوب نداری. گویا که تو خوردنی نداری. فهمیدی؟ او یک آدمی است که دلسوز است. تو رو برده با خونه‌اش جا میکنه. بعد کارت رو سر میکنه. فهمیدی؟ فهمیدی؟ در خونه که در آمدی، اون طرفش رو با فکرم خلا با شما فهمیدگی است. همین خیلی. تو شرایطت رو 100% کن. خب همه جایها رو تشکیل کن. من خودم اون طرفش رو میدونم چیکار کنم. اگر در کار شود خودت رو هم ودا میگردونم. من دارو پارو همه چیزا رو تیار میکنم. با امیدی هم که او خورد و به سجده نمیشود. فهمیدی؟ به حرکت میشود. بعد تو کار رو سر میکنی. فهمیدی؟ وقتی دارو رو خورد سری و از کار بیرون میشود. بعد تو کارت رو سر میکنی. فهمیدی؟ چی جای دیدنی دارد؟ شمس من خودم جای میرفتگیم رو میدونم. فهمیدی؟ خب فهمیدم. هی شمس تو هم مثل من پول پرست بوده یا؟ پول آدم را به کدام راههایی که نمیبرد. پول را اگر در بالای سنگ همانی آب میشود. حالا من و تو چی هستیم؟ شمس خاله مرا چی گفته است؟ همش رو من خودم میدونم. اون طرفش کاری من پروا نکن. فهمیدی؟ مسئولیت های تو برای من مهم نیست. من کار خودم را خودم خوب میدونم. خب من میبینم که تو چی خیلی کار میکنی. چاو گرم نیست. من گرم میکنم. مالش
ای احمق بفهم توسط تو من میدونم چیکار کنم از پشت تو هم انشالله که من کار کردنم ممکن است چی گفتی دوچه جان؟ مایلش بچه جان چیزی که با تو معقولات بچه جانی جان شیرین من به همون راضیم کجایی که تو میری ما همراه توی نور چشمای ما فرخی میری مایلش دوچه جان با چی اندیشه میکنی؟ نه دوچه جان طفلی دامانی مادر نیز غنیمت بوده است سر در زانوی مادر جان نهادن نیز غنیمت بوده است در کجایی که زانوی شما هست سری من هست گویا بهشت است مادر جانی من نور چشم کاش که اوچه جان باز طفل میشدم که در همین زانوی شما فقط سرم رو مونده نمیگرفتم لیکن من همیشه در نزد شما طفل هستم اوچه جان تصور نمیکنم که کلان شدم برای که همیشه مصلحت های شما به من فایده میارم همه فرزنده در کدام سین سالی که نباشن برای مادر همون طفل شیر خوردن درست است اوچه جان درست است جانم بچه جانم نور دی چشمم فرخم من خودم رو میکشم این دنیا با من دیگر معنی ندارد کیروی زندگی کردن هم نیست تو میدونی چی گپ گفته ای سودایی من تو رو همچون خواهر خود میدونم من تو رو ناموس خود میدونم من تو رو همچون وجدان خود میدونم چگونه میشود که من با تو ازدواج کنم این مردم تصور میکنن که از شوهر جدا شوی هر که هرچی میشوی خداوند یگم کس رو ببخت و بیروز نکند که نشنوی مردم میشوی فروخ زنگ میزند چی گپ شده باشد الو لبای فروخ نه گریه ندارم کمتر سرم درد میکند لبای با اکای من گپ زدین چی گفتن روزی شدن اخیر خوب رحمتی کلان من از شما مینت دارم فروخ خوب مایلش خوب من باید با اکم اثبات کنم هر کی هرچی نیستم من بریده نانی داده رو بر میگردونم من اکا جان اگر زنگ تلفنی فروخ نمیشد ممکن من به خودکشی دست میزدم درست است که خودکشی رای حل نیست من نمیخواهم که هم این دنیام رو سوزانم هم اون دنیام رو من می ندارم از تو فروخ خب دختر ما رو در اونجا انتظار است یک چیز در سرم اومد با
خونه موزانه که کم بغل با گپای من باور دارد که میشود خونیم نخوده ایستادم رفته پالتون رو بیارم از ماشین نشانست تو خودم میدونی که من در هوای بارونی قدم زدن رو دوست میدارم که بله میدونم تاکه پیشنیو دارم برای شما چی بود از شانست؟ در یاد دارید در محله بولو یک زنه که کم بغل بود بله ما با او یادم کرده بودیم امروز با من زنگ زد کمک میخواست اگر امکانیت باشه رفتم روی خبر گیریم بهترین فکر است شمس تیار شو اول با همونجا میرویم بعد از اون از پس کاری دیگر میشویم شانس نگاه کنی عثمان را هر رنگ دارد همین از همون شباهت میدهد که انسان ها هم هر رنگه هستند بله من تو کوشش نکنیم که هر رنگه باشیم فهمیدی شمس؟ فهمیدم خیر وقت رو نمیگیریم اول همونجا میرویم بعد از اون از پس کاری دیگر میشویم خب؟ بله شکر رفتیم الو الو سلام خدا سلام شد با جای گفتهاتون برم بله با جای گفتم بر فهمیدی؟ خب مالش خوب از نظر گذارم فهمیدی؟ مالش مدینه رو زنگ زنید با همونجا بیاید مالش از با مدینه زنگ میزنم شروعه رو با او روان میکنم اونجا وزیر میشود تو همه جا رو اول یک بورم کنم فهمم خب مالش یک اون کامپیچی نباشد باشم همه اینجاست همه خوب است احتیاط شد فهمم مالش فهمیدم مالش خیلی خب شانس لبا دویده از همون دوره که من استعمال میکنم دو دونه گرفته بیا خب مالش تیز دوید من دارو پارو همه چیزا رو تیار میکنم با امیدی هم که او خورد و بی سزده نمیشود فهمیدی؟ بی حرکت میشود بعد تو پا را سر میکنم فهمیدی؟ وقتی دارو را خورد سری و از کار بیرون میشود بعد تو کارت رو سر میکنم فهمیدی؟ تو شرایطت را 100% کن خب همه جایها را تشکیل کن من خودم اون طرفش رو میدونم چیکار کنم میدونی که تو این رو میخوری این داروی تو رو من میخورم با تو همینش کفایه هست دوستان عزیز تشکر زیاد که طول این وقت با ما بودید ما رو دستگیری کردید از یک و یک شما منتدار هستیم لیکن مسئله که به میان اومد مسئله مناسبت های روسیه با اوکراین و یوتیوب دیگر در ما یگان مبلغ پیشنهاد نمیکنه نمیدهد و ما با این خاطر ممکن که در طول 2 هفته یک مرتبه فیلم دهاتی رو پیشنهاد شما سازیم اگر همینم امکانیت باشد زیرا که رفتی فیلم و خراجات زیاد طلب میکند مینیمم 4-5 هزار برای یک کیس خرج میکنیم حالا اونه که مادر عزیزی من و اپای عزیزی من ما رو به خانه تامین کردگی هستن شرط نیست نامشون رو به زبان گرفتنم لیکن ما رو به خانه تامین کردگی هستن منتدار هستم از اونها دیگر مسئله هایی هستن که با ما دائم مورد استفاده وقتی که قرار میدهیم مشکلات به میون میبرند به هر حال به هر زایلی که باشد چیزی نباشد حرکت کردیم با شما تو این دم سریال های دهاتی رو پیشنهاد سازیم
лекин дар мин баъд бовар кунед ман то зиёда аз 25 боло навиштагӣ ҳастам ҳамин киноро мехоҳам ки шумо ба пешниҳод кунам лекин ягон даромаде нестай аммо вақте ки ютуб ба мо даромад медод лоақал 50-60% хароҷот ӯ медод боқӣ мондашро аз маблағи худам мекардам ҳоло имконият надорам ки масалан ҳамин чизро пурра аз маблағи худам истифода карда филмро омода созам барои шумо то ин ки тамошо кунед боз иншоаллоҳ вобаста ба вақто ки масалан ин масъалаҳо аз байн мераванд ҳама ҷо тенҷӣ мешавад боз ҳаракат мекунем ки ҳар ҳафта ан ҳамин филмро пешниҳоди шумо созем миннатдор ҳастам ба ҳар сурат ҳоло ба нақша гузоштагӣ ҳастем ки дар 2 ҳафта як қисматашро пешниҳодатон мекунем ҳамин ҳам боз такрортон мекунам ки агар ки зӯрамон расад агар ки нарасад вақто ки шароитҳо хуб шуд алҳамдулиллоҳ саломату зинда бошем боқимондаи филмро пешниҳодатон мекунем дер нест ин гапи ман тааллуқият дорад ба модарону апаҳову он нафароне ки дар ҳудуди тоҷикистон ва берун аз тоҷикистон ҳастанд овози манро мешиносанд иди модарон муборак бошад худо нигаҳбони якояки шумо ташаккур ки бо мо будед худо ҳофиз